نمایش امشب ما نمایشی است فکاهی و افسانه‌ای با بهترین لباس و موسیقی و بازیگران جوان که در معرض تماشای سروران خواهد بود. رقیه چهره آزاد هستم. آنیک هستم. نصرت پرتوی هستم. مهین مهرک هستم. مهین دهیم هستم. فهیمه رحیم نیا هستم. هما روستا هستم. نیکو خردمند هستم. جمیله شیخی هستم. سوسن تسلیمی هستم. سوسن تسلیمی هستم. سوسن تسلیمی هستم. سوسن تسلیمی هستم. ملیحه نظری هستم. یاسمن آرامی هستم. فاطمه نقوی هستم. فروخ لقا هوشمند هستم. گلچهره سجادیه هستم. شبنم طلویی هستم. شهین علیزاده هستم. پروانه معصومی هستم. فاطمه معتمد آریا هستم. مژده شمسایی هستم. مژده شمسایی هستم. مژده شمسایی هستم. پانتا بهرام هستم. آنیک هستم. بهناز جعفری هستم. ستاره اسکندری هستم. رابعه اسکویی هستم. اسمت صفوی هستم. شبنم فرشادجو هستم. شقایق فراهانی هستم. مهشاد مخبری هستم. من نقش شهرنازو میخونم. ارنواز. سوگل. زن آسیابان. آیبانو. خورزاد. تهمینه. فریگیس. زینب. دختر آسیابان. عاطفه. خانم شازده. ایلناز. شیوا. افرا. مولود. نایی. رعنا. تارا. اعظم. کوکب. ماهک. مستان. کلفت. گلرخ. ماهرخ. فرشته. آسیه. رخشید. منشی. انسی. مونس. لیلا. مرضیه برومند هستم. من از مال خودم برداشتم آقا. اگه نمیفهمی بفهم. همه این محله از ما بود. حتی ملک فروشگاه و مدرسه و کلانتری و درمونگاه. سهیلا رضوی هستم. گفتم اگه شماها قلب ندارین یکی سواشون کنه کشتینش. با یه بچه رو دستم نمیدونم به درد اون گریه کنم به زخمای این. پاس سوم طبل قرق اسم شب یلداست. من ستاره میبینم. تو در کدوم برجی؟ میتونی اونقدر دوستم داشته باشی که از زندگی خلاصم کنی؟ من طلسم میبینم. من اون سواری سیاه رنگ رو دیدم. خواب دیدم 3 مرد پالتوپوش همسرم استاد اخراجی نوید ماکان رو از من دور میکنن توی بیابون. پاهم چسبیده بود به زمین سیاه نمناکشو کنده نمیشد. نمیتونستم کاری بکنم و فقط جیغ کشیدم. من کف دست میبینم. ته این جاده ها که رفتی به کجا رسید؟ من نخود میخوانم جفت اتاق. لعنت به جاده ها اگه معنیشون جداییه. دیگه بسه، زله شدم. خانم نمیذارن اتاقشون رو تمیز کنم. بهم میگن فضول. من پیشانی نوشت میبینم. ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچکترم. ما به تهران نمیرسیم. ما همگی میمیریم. پادشاه کشته نشده. پادشاه کشته نشده. نمیخواد وانمود کنی که حالت خوبه. از ته چشات پیداست که مدتی خواب درستی نکردی. اگه دوستش داری باهاش از اینجا برو. من مجبورم اینجا بپوسم. اما تو چی؟ دریا زندگی شما رو سیاه میکنه. حالا اونا ما رو نفرین میکنن، فریاد میکنن این چه زندگی بود که به ما پس دادین؟ اسمها از آسمان میآیند. نام تو در راه است. برکت از نام من گریخته. نام من سوهاست. نام شوهرم آبان بود. دیواری که با او ساختند به قامت یک مرد هنوز در ولایت ما برپاست. دخترک زنده به گورم هنوز در گور خود برای من زنده است. من ورق میخوانم. بیبی و سرباز دل. آنچه من کردم مثل عشق بود. عشق مصلحت نمیشناسد. راه میروم بیان که رفته باشم. جیغ میزنم بیان که زده باشم. قلبم از جا کنده میشود و با قلبی از جا کنده شده از جا کنده میشوم. به این میگویید خواب؟ میخواستم ببینم قرصی که به من دادن آرزه ای ایجاد نمیکنه؟ مثلا افسردگی یا فراموشی. تو چه میدونی اون کجاست؟ محله من سال هاست گم شده. چندین سال پیش یه بار با مرحوم داداش رفتیم که پیداش کنیم. ولی از یک دنیای خیالی سر در آوردیم. جایی که همه مثل غریبه ها بوده. هر کس همان نقابی است که بر چهره میزند. چطور میشه آدم رویای یکی دیگه باشه؟ او آمد چون سایه‌ای. او دنبال مرگ میگردید. منم 603. گوش بدین آقای رئیس، من اومدم از اون حضرت آقا شکایت کنم. برادر منو بیرون کرده. اگه مجرمونه دستم به دست من چیکار میکنه؟ و من چطور با دست بسته از کسی دفاع کنم که دستش بر هر خلافی بازه؟ اون از همه شما بدش میومد. اون خودش از دست شما سر به نیست کرد. عاشق من، به دستای من نگاه کن، از خون سرخ شده. من مال این شهر نیستم. من مال تهران قدیمم. کی باور میکنه روزی خیابونا سنگ فرش بود؟ آیا دشنام و ناسزا هم سرمایه بزرگان است که هرگاه بخواهند خرج کنن؟ نه. نوشته های شما جور خاصیه. خواننده فکر میکنه به همه چی مشکوکی. مسافران گرامی، دنبال راه نجات نگردید، خلبانی در کار نیست. از من کناره کنید زنان که برای شمردن اشک‌هایم ایستاده اید. آیا هزاره به پایان رسیده است؟ این جگر دریده هنوز از لبش بوی شیر می آید. خواهرم گفت واسم قاقالیلی آوردی. ببینم قطام تو خونش هم مقنعه سر میکنه. خواهرم شهرناز، چگونه دیوخویی را که نیک از بد نمیشناسد میتوان به دستانی دگرگون کرد؟ داداش به خاطر تو مرد. تو براش شگون نداشتی. کتاب‌ها از سرود عشق پره. بس خود عشق خالی. خوب گاهی به این بهانه ها میشه قوم و خویش رو دید.
بفهمی کی هست کی نیست. بچه ها رو نمیشناسی چون بزرگ شدن، بزرگا رو نمیشناسی چون پیر شدن. برای نوشتن این نامه نزد همسایه نرفتم. این نامه را پسر من می نویسد که نام او باشوست. ایشان در همه کارها ما را کمک می کند و نانی که می خورد از کاری که می کند کمتر است. چرا سگا رو جمع نمی کند؟ و او آرش ستوربان در اندیشه‌ای دراز بود. به چی زل زدی؟ هر کسی خودشه. کف فرو کن. میگفت صاف کرده تا جیرینگ آخر. مادرم گفت 1000 افسان رها کن که هنوز به آخر نبرده بلایی ما را برسد. بلا از 1000 افسان نرسید، از آنان رسید که آن را سوختند. روحش شاد، معلم من بود. با همه جوانی مکتب را چنان راه می برد که ملاهای مکتبدار چشم دیدنش را نداشتند. من قبول نکردم که قربونی بشم. اگه حرف زدن کار بود تو پرکارترین مرد زمین بودی عزیزم. یه غمی ته صورتشه، بچم دلتنگه، شما رو کم داره. نگاه کن، این باغ یه پر از ما. نگاه نکنید، هیچ مهم نیست. ساکت نمیشم. شما منو حروم کردین، بس نیست؟ من پیر شدم. موهای من سفید غیرت شما شد. 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 چی شده هی متلک میریزی بار نمک میکشی هر جا سرک؟ شما باید رئیس باشین، درسته؟ شما یه چیزی بهشون بگین آقا، چیزی رو که جلوی چشمشونه منکرن. آقایون میگن که من مردم. اشکالی داره که تا هنوز ته علاقه در ما هست نمایش اجرا کنیم؟ یا باید حتما وقتی بریم روی صحنه که از این شغل بیزار شده باشیم؟ اسمش سگ‌کشی. نگفته بودم؟ یه سالی شهرداری سگای ولگرد رو جمع میکرد و میکشت. من جسد شوهرم رو ندیدم. نه، من جسد وطنم را دیدم. آهی نی، تو بی‌بها حاشیه نشینی بیش نبودی بر ساحل فرات، چون این همه که بر بام میخشکند و میسوزند. هر کس از تو همان ساخت که خود بود. چرا نیزه دست آن شدی در ستم بر قلم این؟ آری، اینک داوران اصلی از راه میرسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد؟ آینه ترک برداشت، تاز کج نشست. افسوس، خیال تو پریشان تر از زلف تابدار من است. ای زنان، ای مادران ندبه و افسوس، ای خواهران حسرت. زنان ای دختران تجاوز، ای معشوقه های اهانت. زنان ای همسران رنج، ای عروسان ماتم و جور. به راستی که بسیار بگرید و کم بخندید. ما دختران جمشیدیم. 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 روزی باشد که فنا بیاید، روزی باشد که دیوارها نایستد، روزی باشد که پاکی آماج تهمت شود، روزی باشد که دروغها راست به نظر آید، راستها دروغ، روزی باشد که جای راستی نباشد، چشمه اشک شما خشک نشود و تشویش قلب شما کاستی نگیرد. روزی باشد که راستی با 1000 دست بمیرد. روزی باشد که راستی خود را به آتش بیفکند. روزی که آن امروز است. ما دختران جمشیدیم، جهان به داد میگستریم و خود اره میشویم.